السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوملا یک چیز میخواستم پرسم. نوازی در این شرط و زمان مقصد مجبوریم که هجرت کنیم و به دولت های اروپا وقتی که میبینیم ما تنها میتوانیم که عائله خود را بیاریم. در این حالت خدمت به پدر و مادر چی میشه؟ و فقط مبلغ فرستیم این کفایتی میکند یا اینکه حتما با پدر و مادر باشیم؟ نه حتما شرط نیست. اگر یک نفر در خدمتشون باشد وقتی که طبق شریعت عمل کرده نمیتونید یا حاجت به هجرت دارید، به هر حال یک روزگیشون میگیرید، وضعیت میفهمونید و سفر میکنید. و یک نواری برآمده از یک برادر، نمیدونم خودش از کدام کشور باشد، تاجیک ها رو نصیحت کرده است که به روسیه نبیتون. در فرودگاه ها بیچاره تاجیک ها بعضیش تا 2-3 هفته سین این جانب خواب کردیم، نه درآمد نه به ورود و داخل شدن میماند و نه خودی دولت بلیت نمیخرد. مثلا کدام دولت هایی که اگر شما رو قبول نکند بلیت از حسابی همون شرکتی که شما رو آورد گسیل میکند. اما روسیه نه، میگوید که بلیت خرید خودتون. اون برادر نصیحت میکرد برای تاجیکا که نبیتون به روسیه، خودتون خار نگیریتون برادرها، بگذار یک برده نان خاک خورید و در پیش امی ها خودتون ذلیل نکنید. ولی برادرها در دستتون اینترنت هست، جستجو کنید، دیگر کشورهای بینید. فقط روسیه ندارید، در دنیا همینقدر زمینی کلان است که جستجو کنید به کجا بی ویزه رفته میشد، به کجا وقتی که وارد میشید ویزش از همون فرودگاهش گرفته میشد یا به کجا ویزش از داخل گرفته رفته میشد. کوشش کنیدون روسیه هم نرویتون، یگان جای دیگر رویتون که بیچاره مردم ما بسیار هم خلقش هم حکومتش حقوق تاجیکا را پایمال کرده است. بعضی آدم ها خودش تاجیک، ما اول تاجیک بعد کافر میگود، لیکن تاجیکا اینقدر خار است. اول تاجیک بعد مسلمان. ما همین گپ ده آخر اول من تاجیک بعد کافر گفته ای گپ. برای همین روسیه نرویتون برادر عزیز. خلقش هم ما تحقیر میکند، حکومتش هم تحقیر میکند. در نظر خلق روز پسترین ملت در دنیا تاجیک است. نماند که تاجیک این خیل باشد. نروید به روسیه، دنیا وسیع هست، دیگر جای جستجو کنید. من جد وجد، کسی که کوشش کند به مرادش میرسد، کسی که جستجو کند مییابد، کسی مهنت کند به یک خلاصه میرسد. ای عدسی ما هیچی نمیبیاد. آخه بعضی هاشون تا به درجه بی سواد که همین سخن درست نمیفهمه. ما یک چیز حرام گفتم میگه که داملو برای چی نه حلال گفتی؟ میگه حرام گفتم کو از کجا گرفتی؟ عقل فهمی سخن ندارد. بنابراین کمتر علم آموزید برادرها، کمتر، یعنی که برای کار خود، برای دین و دنیای خود کمک کوشش کنید. فقط برای خود مردکاری و پدسابنیکی به گردن نگیرید. در روسیه هم ذلت و خواری هست.